آیا به هر حالت برای یک مسلمان قربانی کردن لازم و ضروری است؟ دوستان گرامی، قربانی کردن برای کسی که توانایی مالی داشته باشد در نظر بعضی علما گفتن واجب است و بعضی علما هم میگن سنت مؤکده است و دلیل علمایی که میگن سنت مؤکده است قوی است و راجح است و اکثریت علما هم گفتن که سنت مؤکده است و علمایی که گفتن واجب است اونا هم دلایل خود را دارند. اما لازم ضروری برای کسایی است که توانایی مالی داشته باشند. اگر کسی فقیر باشد و توانایی قربانی را نداشته باشد لازم نیست که قرض بکنه قربانی بکنه. جزاک الله خیرا. اما متاسفانه میبینیم ما و شما که بعضی دوستا هستند که توانایی هم می داشته باشند در خانهشان اونمو پول و یک گوسفند و بز دارن اما نمیکنن دیگه. این بسیار زیاد موذی هستند، بسیار خودت یعنی گرسنه میگیرن، میگن ما نداریم، در حالی که دارن. نباید مسلمان اینطور باشد. غم فردا را نخو مسلمان. تو همین چیزی که داری امور در راه الله متعال خیر است. قرضدار نیستی، توانایی داری، امر قربانی کو. ایلا و چل و نیرنگ نکو که ندارم، قرضدار هستم، فلان هستم. نه خیر، دیگه وقت قرضدار نیستی، با تمام برنامه زندگی قرضدار نیستی، انجام میدی، میری بهترین لباس خریداری کرده میتونی، یک جوره بوته که میتونی برید بسیار بنده بخریش، میری 2000 3000 4000 لباس و بوت میخری، اما در راه الله متعال وقتی باید قربانی بکنی نمیکنی، ایلا و بانه میکنی. نه، این کار نکنیم. جزاک الله خیرا، بارک الله فیکم.